پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کن. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر بیسه دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سرد است دستانت، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ. ای پدر ای مایه فضل و کرم، وصف نامت تا به گردونها برم. السلام علیکم بیننده ما تماشابینان، شکرگزارم که امروز همراه شمایان باز وا میخوریم با چهره های گرم. امروز ما در دهه آهلیک برای تبریک کردن خدای بردیامک که جشن زادروزشان هست، از نام جیانشان که در شهر اسرائیل هستند، از نام ارکینک تبریک میگویم. تقا جان عزیزشان را آن لحظه های خرسندی شاد باش را همراه شمایان با هم میبینیم. تیار باشید اگر رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران مهربان. من امروز در این خاندان، پدر عزیز خاندان خدای بردیامک جشن زادروز دارن و در سر این دسترخوان نشست داریم. خدای بردیامک جشن زادروز مبارک. احتفال کنیان ما با نزدیکتر روزی خورسندی را مبارکباد میگوییم. مرحبا. السلام علیکم. زادروز مبارک، مولود عمر مبارک باشد. خدای بردیامک اندامی که آمدگی ما تبریک بر. از نام آن نفری که در مسافرت هستند، با جای پدر شدگی انسان بسیار دوست می‌دارم. نغز می‌بینم شونه تا دنیا باشند گفتن نیت‌های نکوی خود را برای شما رساندن. از نام ارکینک که در شهر اسرائیل هستند، از نام اویله‌شان شما را تبریک می‌گویم. چقدر که برای من انسانی مصلحتچی، دعاگوی، انسانی خوش‌چکچک، هر یک دعاهایشان، هر یک مصلحت‌هایشان برای من در و گوهر است. هر یک قدمی که میمانم، هر یک کاری که سر میکنم با دعای نیکشان سر میکنم. امروز زادروزشان هست، خواستم کمی باشد دلشان را شاد کنم، همیشه شکوفان باشد. نگویند که من یک تا پسر دارم، ما هم فرزندی آنها هستیم، همیشه در خدمتشان هستیم. مانند شهرت جان در خدمت همین تقای عزیز هستیم. تقا با جای 7 پدر است میگویند، گفته برایشان رسان گفتند. 100 بوسه زنم خاک قدم‌های پدر را، بر دیده کنم منزل و مأوای پدر را. 100 رنج کشید روزی تمام از پی نان،
وای صدقه شوم همت والای پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همت والای پدر را. امروز روز زادروزتان مبارک. چخیلی که در عرفیت میگویند حرمت مردان از زنها یک قدم بالا است. گفته اول خانه ای که مردان نشستن اینجا در آمدیم، سخنهای تبریکاتی را در نزد اینها رساندیم. میخواستیم از جوره ها، از خیشان، از یک تبریک را شنویم. این سستاف ها کلاسکامشان کدامشان؟ کنی یک تو نیتی را شنویم کنی؟ ناصر جان بابا، ناصر جان وقت مرحمت، قدمک مرحمت. یک تا نیت های نیک را شنویم، بعد به نزد زن ها میریم. مرحبا. ساعت بدروی صبح سلامت باشه. دست سرکو بوچ میگم دیگر مرحبا. باشد به حضور استراحت کنیدتان. به نزد زنها را میریم، نیت های نیک را رسانیم. در اینجا باز توفه ها هست. البته بعد از که برگشتیم بعد میگوییم سورپریز رو برایش میام. رحمت برای دقتتان. سلامت باشید. هر یکی شما را با امروز زادروزی خدای بردیامه خوش آمدید میگویم. نزدیک خدا نزدیکتر سید پیششان با امروز جشن زادروز رو با تکلیف کردیم که گفتم به خاندان زنهایم میریم. بیایید گفتیم آمدیم. جشن زادروزتان مبارک. نزدیکتر سیدیانشان با از این طرف استید. قوت دل شده نزدیکتر استید. امروز روز خرسندی مبارک باشد. همیشه صحتمند سربلند باشند. امروز برای شما چقدر سخنها گویم کم است. امروز تبریکات را از نام ارکینکه که همچو فرزند این خاندان هستند که در شهر اسرائیل هستند شما را تبریک میگویم. هم پدر هم مادر ما هستند. تواجان و یمنجان ما همیشه صحت سلامت باشند. مانند گلها شکوفان باشند و هیچ وقت درد و غم را نبینند. امروز جشن زادروزشان هست. برایشان رسانید. هر کی دارد عزتی مادر پدر، نخل باقی زندگیش آرد ثمر. تا دمی که خود باشد والدین، چشم دل مسرور و خوشبین قدر. دولتی مادر و پدر پاینده باد، این سخن دانی چو باشی خوش نظر. پنجه دستی نوازش هایشان، پنجه نرمی نسیمی گه گذر. هر بار که ما خورد بودیم در خاندان آنها مهمان میشدیم، همونجا کلان شدیم. البته از آن طعام‌های با لذت یکپاشه هم تناول کردیم. تقایم باشند برای ما پدری وظیفه پدری را اجرا کردند. تا دنیا باشد ما خدمت کنیم می‌ارزد. دوست می‌داریم آنها را. همیشه صحتمند و سربلند باشند. زادروزشان مبارک. البته نظیر خلا چند سال شد تویش دنیش بند خدای بردیمد کنی فرزندان چند سال شد تویش دنیش بند 40 سال 40 سال شده باشد. اگر همی 40 سال به همی کوهای آخبیرا گلدسته لاله ها چینده میمدن می نمی. امروز همی گلهای زیبای برای شما تیار کردیم. از همی خدای بردیمد یک تا قرصک زنیم برایشان گلهای زیبا را میسپاره. مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. رجبیانه همه خاندان شما نورش فرشته خاندان همه اولاد کلانش یک تا دعا کنیم یک تا نیت‌های نغز خود را رسانید کنیم. مرحمت. دادر و کمچی میزرگرانم دادرم
دادر عزم را با سین 63 سالگش تبریک نموده و اینها سلامتی با همراهی کلملا خوشا پیر شوند. سلامتی میخوام، عمر دراز میخوام، تینجی و علاج نمیخوام. در دلکاشون چه آرزوهاشون برسن میبرن تویا کنن، کلم بیارن، کاراشون با اومد سلامتی. رحمت. هزار رحمت. تشکر. خوشیت خاله. مرحمت. کجا 100 ساله سلامتی و 120 ساله کردین که خوشا پیر شد فقط سلامتی عمر دراز میتونه. هزار رحمت. خدای بردیامک من 3 سال شده است که با نفقه برآمده. حاضر نفقه برآمدگی انسان ها با کرات و هر جا دمگیری فرسانسیان. امروز برای شما یک تحفه زیبا داریم که یک خودتان نه البته همراهی نظیر خاله به جمهوری برادری تاجیکستان نقد 10 روزه برای استراحت و دمگیری از آن کوه‌ها، از آن آب‌ها و باد و هوای زیبا استراحت کردن افتیافکا برای شما تیار کردیم. از نام ارکینکا مرحمت قبول کنید. البته رفته استراحت کرده آمدنتون را خواهشمندیم. مبارک باشد. نظیر خاله دو کسه یک خودتان نروان با هر جهتان یک جای میرید، یک جا استراحت کرده میبیاید. میبینیم نبیره ها کنی یک قطار شده برای بابا جان شیرها تیار کردن. دسته نه نیت های نکو دارن. مرحمت میرسید. هم یکاتون خوش آمده. آنا جان بابا جان الهیم 100 ساله شوه، 120 ساله شوه. در مثلیمان همه بخش صحت و سلامت کرده. داد یکم که رهی دور بستیان انمی دادم هم شما به رحمتی کلون که روزای قینی دادم به همه وقت بیونشون ایستاده. دادی من تکی قناعت کرده تا دنیا باشه شما این سری ما بساق سلامت کرده. الهیم امکی می دادم و نصیب کنه شما حاجی بابای حاجی آنه کنه. همه وقت خبرگیره کنی ما شده صحت سلامت کرده. رحمتی کلون هم یکاتون با ای بابا جان خاک پایت میشه وقتی بیری من عصایت میشه با همه داری نداری زندگی برای حولی شخصی پایت میشه. بابا جان تبلیغ میکنم ساعت به درناییم و آنم که خوشا پیر شوه. شما را با فرارسی مولودی خجسته اتان صمیمانه تهنیت میگویم. برایتان قبل از همه عمری درازی به خزان، طالعی بلند و خوشبختی جاویدانه را تمنا دارید. بگذار همیشه زیبای و کشاده چهره و در کارگری ما باشه. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جانی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. می دارد چو مادر نیک فرزندش، تمامی عمر وی باشد زیباست که این جگربندش. نمی خواهد به دنیای دهد خسخنده او را، نماید جان خود را صدقه یک حرف دلبندش. نوازش کرده او را پرورد با یک جهان امید، بهاری روزگارش بشمرد با یک جهان امید. نمیماند که پایش کج نهد از راه انسانی، برای نیک اقبالش برد با یک جهان امید. در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نامی پندت از دعایت ای پدر. یک کدام از گفته‌یت بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد در سرم باران بر، کوهساری بیگزنده از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. هر که خورد از کودکی یک برده از نانی پدر. هر که خورد در کودکی یک برده از نانی پدر. کم بود تا عمر بوسد دست تامانی پدر. خانه اش رفشن شود از روی تابانی پدر. می کنم جان و دلم یک بار قربانی پدر. پدر مادر عزیز و مهربانند، به قلبی ما همیشه جاویدانند.
نمی ارزد به پای هر دو عالم پدر مادر جهانی بیکنارم خاک پایت می شوم وقتی بیری من عصایت می شوم با هم دار و نداری زندگی روحی حولی کفش پایت می شوم بابا جان تبریک میکنم صد بدر آنم که خوشه پیش عمر ماما آفرین دراز و سرک ماما ساق سلامت گرده انا کردم اصلا میدکیم شد پدیده بابا کردم اصلا میدکیم شد پدیده هزار رحمت تشکر میگویم جشن زادروز مبارک روز خورسندی را مبارکباد میگویم خدا کند که این خیل مانند آیله های شما آیله های خوشبخت‌ترین در دهه عزیزان بسیار باشد این خیل آیله های نمونوی همیشه زیاد باشند شما برای نسل نورس این آیله های نمونوی هستند امروز زادروزتان مبارک حاضر رجبیانه تا اصلی شخ میمونیم خودتان سر کرده میتید رقص را شروع کردیم میرقصیم خورسندی میکنیم امروز زادروز را با یک درجه اعلا میگذارونیم من هم از صورت شخ برای شمایان یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم زادروز مبارک دختر گزنه من تا جیکشه نمیدانم شنو منو لیکن گم گم من تا جیکشه نمیدانم یک برا منو لیکن گم گم
تمام یار که بینم رهایش کرد تو بی سر و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا
Kani Xudoy berdi man. Avaysiyanmi? Yakta torta burayim. Bad javob ayting shoma Xudoy berdi man. Nazira xola marhamat. Nazira xola ber یک جای سریده رو برید و خلدلی و نگاه داشت تاجیکستان بردم بخوره مینه یک جای Улетает время и бегут года. Под восточным солнцем добрая душа. Судьбой играл в решку яра. Твои года задали, что выжили с мамой. Жизнь стрелок не мала. И под именной бокал за твои года задали, что ты с нами. Mubarak olsun, sadrınız mübarek. Мой отец без того, без сомнения, сам рождения. Zadınız mübarek. Mübarek olsun. Гордостью мудрый им дает совет. Жизнь стрелок принимала и поднимем мой бокал. За твои года зарадость, чтоб 100 лет выжили с мамой. Жизнь стрелок принимала и поднимем мой бокал. За твои года зарадость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов. Без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов. Без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов. Без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов. Без давления, с днем рождения. در جای خدایبردی امک همراهی فرزندان به حاجی انها یک رسم میگیره همجا یک آیله کلام شدن بعد از آن با ما جواب مرحمت تو شب من تاریکه با من باشی عشقم تو یادمون تیکه به یاد تو هر شب آسو میردیسم چشای تو قلبم خالی عزیزم شبهای من جیگر من سر من شب و بیاد از سوی من دنیای من دلبر من محکام خوشگل شبهای من
تو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه یاد تو هر شب آسونی ندیسم جای تو قلبم تاریخ عزیزم جیگر من سر من شب و بیا واسه من دنیای من دلبر من با به خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا واسه من دنیای من دلبر من با به خوشگل شبهای من تو شکایت کردم دست چیره دولت نرم شب دورا میخونم تو من بالا بگو فکر بهار میمونم جیگر من سر من شب و بیا واسه من دنیای من دلبر من با به خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا واسه من دنیای من دلبر من با به خوشگل شبهای من بله بله دوباره باشه Masayı bu yapma, bu şeyi bu yapma, sensin o. O şeyi bu yapma, masayı bu yapma, bu şeyi bu yapma, sensin o. Masayı bu yapma, bu şeyi bu yapma, sensin o. O şeyi bu yapma, masayı bu yapma, bu şeyi bu yapma, sensin o.
شب تاریکه با من باشی عشقم رویا همونسی که به یاد تو هرشم آسوبی ندیسم جای تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من رویای من دیدار من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من رویای من رویای من به تو عادت کردم رفتی من عشق خدا از تو شکایت کردم دست شده تو من شب تو را میخوندم تو باری آدم بگو که بهات میموندم جگر من سر من شب و بیا سوی من رویای من سر من شب و بیا سوی من رویای من بیمار من دام خوشگل شبهای من برایم بهترین مردی پدرجان به صد مهرم بپروردی پدرجان مرا با مهنت و نانی حلالت کلان کردی پدرجان. من بیننده های عزیز تماشابینان برنامه تبریکاتی شهنان امروز بزم زیبا زادروز خدایبردی امک را به آخر رساندیم. همراه شمایان به هم دیدیم. میگویند دلی کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. از عهده کار خود برآمدم یا نه؟ این گواهی شما است. البته عزیزان خود را احتیاط کنید، با ما باشد که ما با شماییم. صحتمند و سربلند باشد. رحمت سلامت باشد.